خدمتتون عرض بکنم که ما میخوایم بریم با شمع‌ها یا نمودارهای شمعی معامله بکنیم، ولی وقتی که میخوایم با شمع و نمودار شمعی معامله بکنیم از همین امروز بدون محدودیت داریم. قبل از اینکه بخوایم بریم تو دل قضیه، من به شما میگم که چاله‌های جلوی پات چیه؟ یک، این نمودار شمعی کرده که یاد گرفتی نیازمند به قیمت پایانی داره، یعنی تحلیل ما در نمودارهای شمعی برای شمع باز امکان پذیر نیست. حتما باید وایسیم که شمعی که ما داریم حالا روزانه است، 1 دقیقه است، 1 ساعت، هفتگی، ماهانه است، بسته بشه. بعد این الگو رو نسبت به الگوی قبلی یا نسبت به آنچه که در قبل اتفاق افتاده بیایم تحلیل بکنیم. پس شمع‌ها تنها نمودارهایی هستن که مردهشون از زندهشون بیشتر میارزه. شمع مرده از شمع زنده قیمتش بالاتر، ارزشش بیشتره. خب پس تا شمعی بسته نشده شما هیچ تحلیلی در مورد اون شمع نمیتونی بکنی. حالا یا بخوای روزانه صحبت بکن یا ماهانه یا 1 دقیقه. این از اولین نکته. نکته دوم، آقا ما از این نمودار شمعی که امروز یاد میگیریم میتونیم تو نمودار 1 دقیقه هم استفاده کنیم؟ بله. میتونیم تو نمودار 5 دقیقه استفاده کنیم؟ بله. ماهانه؟ بله. ولی به تجربه شخصی دارم خدمتتون میگم نمودارهای شمعی برای شورت ترید، یعنی معاملات زمان کوتاه، معامله‌ای که شما بخواید تو 1 هفته در موردش صحبت بکنید، یا نمودار معامله‌ای که می‌خواید نهایتاً در 1 ماه در موردش صحبت بکنید. شما که دکتر هستین و سرتون شلوغه بیشتر معاملات روزانه یا 4 ساعته وارد میشید. نمودار شمعی رو نمودارهای روزانه بیشترین تأثیر رو داره. آقا یعنی 1 دقیقه نمیشه. چرا آقا 1 دقیقه هم میشه، ولی تأثیری که تو نمودار روزانه داره اینجا میتونیم بگیم بالاترین تاثیرگذاری رو داره. توی نمودارهای کوچکتر که داریم تاثیرگذاریش کمتر میشه. یعنی چی کمتر میشه؟ یعنی دقتش کمتر میشه. یعنی قابل معامله هست یا نیست؟ چرا قابل معامله هست، ولی به شرطی که این آیتم سوم رو در نظر بگیرید. کل آنچه که ما صحبت میکنیم در تحلیل تکنیکال، هر چی که میگیم، نمودار میگیم، الگوهای شمعی میگیم، پترنولوژی واسهتون میگیم، بریم سراغ اندیکاتور، اسیلاتور، هر آنچه که میگیم، حتی تحلیل فاندامنتال که میگیم براتون، تا نیای شما اون رو خصوصی سازیش نکنید، تا نیای بر اساس گذشته این رو خصوصیش نکنی، یعنی میزان تاثیرگذاریش رو متوجه نشی، به هیچ دردی نمیخوره. الان توی کتاب نگاه میکنیم میگه الگوی چکش اولین الگویی که هست ما یاد میگیریم اسمش همه، الگوی همه، یا الگوی مثلا شوتینگ استار، ستاره ساقه، یا الگوهای دیگه که داریم، یا با ستاره ساقه دیدی در سر، یا الگوی همه دیدی در کف، یعنی روند تموم شد، روند نزولی تموم شد. نه آقا که این حرف رو زده تموم شد. برمیگرده به سابقهش. هر الگویی که ما داریم بعد برید تو سابقهش نگاه کنیم ببینیم آیا این موضوعی که داریم ما داریم صحبت میکنیم، موضوعی صحبت میکنیم آیا منیت به سابقه هست یا نیست؟ آیا در این کالایی که ما داریم استفاده میکنیم از این الگو، خوب دقت کنیم، کالایی که داریم، الگویی که داریم استفاده میکنیم در نمودار کالایی آیا قبلا جواب داده یا نداده؟ ممکنه ما یه کالایی رو مثلا یه الگویی رو انتخاب میکنیم، الگو چکش، الگوی مثلا ستاره صبحگاهی، الگوی پوشا، انگارفیلم، هر چیزی. باید ببینید آقا اصلا این چقدر درصد روایی داره. ببین روایی موضوعش تا چقدر به واقعیت نزدیکه. از در همه مدل نمیشود با الگوها صحبت کرد. در مورد الگو شناسی، در مورد پترن شناسی وقتی که داریم صحبت میکنیم این خیلی مهمه. الگو شناسی، پترولوژی، الگو شناسی منظورم الگوهای شمعی، پترولوژی میشود شکل‌های دیگری که ربطی به الگوهای شمعی نداره. توی هر کدوم از اینا باید ببینیم این الگویی که ما داریم مربوط به گذشته‌اش رو بررسی بکنیم، آیا تو گذشته عمل کرده یا نکرده. درست شد؟ وابستگی خیلی زیادی به خود معامله‌گر و تجربیاتش داره.
خصوصی سازی باید بشه برای هر نوع کالا و در هر تایم فریم با توجه به سوابق موجود. صحبتمون اینجا بود آقا تو یه دقیقه هم میشه استفاده کرد. آره آقا جون، اگر شما رفتید تمام سوابق یه الگو رو توی قبل 1 سال قبلش رو نگاه کرده توی یه دقیقه و دیده که بله الگوی چکش در 1 سال گذشته، در 3 ماه گذشته، حداقل 3 ماه گذشته توی 1 دقیقه داریم صحبت می‌کنیم، توی نمودار 1 دقیقه در 3 ماه گذشته مثلا 50 بار اتفاق افتاده، از این 50 بار 45 بارش درست بوده، میگیم آقا روایش میشه 45 به 50 92%. آقا 92% این الگو اگر در 1 دقیقه مشاهده شد درسته. گرفتی؟ ببین چی دارم بگم، یه بار دیگه توضیح میدم براتون. مثلا شما همتون پزشک هستین، اینجوری واسهتون صحبت بکنم. آیا عوامل تشخیص یک بیماری در مورد همه مریضاتون یکسانه؟ آره؟ چی به شما میگه که اگر یه شخصی اومد اونجا مثلا آبریزش بینی داره، شما درجا بهش میگین سرما خورده؟ بیشترین علائم و بیشترین سوابق، یعنی تجربه شخصی شما ازش نمیاد تشخیص رو درست کنه. یه پزشک از نگاه میکنه اینقدر تجربه داره بهترین تشخیص رو میده. وگرنه منم میتونم برم بشینم توی گوگل سرچ بکنم بگم آقا این علائم چه نتیجه‌ای داره میده به من. مشکل ولی اون پزشک متخصصه. اون استثناها رو در نظر میگیره. همه رو در استثناءات درصد روایی این موضوع چقدر مهمه که این اتفاق بیفته. یعنی هر کسی توی کار خودش زمانی شما توی این کار متخصص میشی که گذشته رو نگاه کنید. این مشقتونه واسه سری بعدی که داریم. مشقامون این هست. مشق هم سنگینه. مشق سنگینی داره شما که تو پادگان فکر همه رو شرم می‌بینید. یه مدت من اینقدر این کارو می‌کردم، ببین همه چیزو شرعی تجزیه تحلیل می‌کردم. بعد جالب شده بود، درستم بود چون کل این نمودارهایی که ما می‌کنیم بر اساس ببین بک‌گراند این موضوع که الان با هم صحبت می‌کنیم، بک‌گراند کل این قضیه می‌شود روانشناسی شخصی افرادی که توی مارکت هستن. پس ببینید این قسمت اینو نمیام بگم که آقا جون با شرم اجرا کنی میخوای تحلیل بکنی، اینا محدودیتاته. اینا دستاوردتو میبنده، نمیذاره درست بدی جلو. چیا؟ پس 1 قیمت پایانی تا قیمت بسته نشه ما نمیتونیم تحلیل بکنیم. 2 بهترین بهره وریشون کجاست؟ روزانه. من خودم شخصا روزانه فقط استفاده میکنم و چند تا از الگوهام توی هفتگی. اصلا روزانه ماهانه‌اش تا حالا من نرفتم ولی قابل استفاده است برای لاین ترید. لاین ترید موقعی که شما می‌خواید بیاید بلند مدت مثلا می‌خواید بیاید برنامه‌ریزی کنید 2 ساله، یک سهام رو می‌خواید بخرید برای 2 سال آینده، نمی‌خواد پس فردا بهت جواب بده. پس بهترین تاثیرگذاریش روزانه، وابستگی به سرویس به خود معامله‌گر و تجربیات شخصیش داره و خصوصی سازی برداشت. یعنی می‌ریم برمی‌گردیم گذشته‌اش رو نگاه می‌کنیم تا مثلا حداقل توی روزانه 2 سال بعد نگاه می‌کنیم. تو نمودار روزانه حداقل 2 سال قبلش رو بریم بررسی. تو نمودار 4 ساعته حداقل 1 سال قبلش رو باید بریم بررسی. تو نمودار 1 ساعته که می‌خوام نگاه بکنیم 6 ماه قبل رو حتما باید بررسی کنیم. و من وارد 15 دقیقه و نیم ساعته و اینا نمی‌شم. خود من وارد نمی‌شم. شما میتونید ولی یکی از دوستان داشتیم نفت رو روی الگوهای کندلی 15 دقیقه کار می‌کرد. موفق هم بود، سود خوبی هم می‌گرفتش از نفت. راحت ما فکر می‌کنم 15-20% رو سود می‌گرفتش از نفت. ولی رفت این کار رو 15 دقیقه نه متمرکز شد نه فقط الگوی شمیان، دو تا اندیکاتور اسیلاتور دیگه داشتش با اون کار می‌کرد 15 دقیقه متمرکز شد. توی معامله‌گرایی که تا الان من دیدم اکثر معامله‌گرایی که دارن کار میکنن این تایم فریم‌های کوچیک کار میکنن و این ریسکش خیلی بالاه. هرچی تایم فریم کوچیک‌تر میشه ریسک کارت بیشتر میشه. هرچی تایم فریم بزرگتر میشه ریسک کارت کمتر میشه. چرا؟ از الان یاد میگیریم اوردر کمتر سود بیشتر. ما اینجوری یاد میگیریم معامله کمتر سود بیشتر. معامله بیشتر سود بیشتر نداره. معامله بیشتر ضرر بیشتر داره. سود بیشتر نداره. اینا از من بشنوید، به تجربه دارم بهتون میگم.
طرف داری بعدا ها میای نمودار یک ساعته داری کار میکنی میبینی ضرر میدیم، میگم آقا تایپ لیمیت یه دونه اضافه کن، H1 برو H4 داری کار میکنی ضرر میدیم، میگم برو روی دیگی. تا اینجا گرفتیم موضوع به چه صورت. ما برمیگردیم میگیم که از الگوها ما بخوایم بریم معامله بکنیم، درسمون از اینجا شروع میشه. ما چطوری میتونیم با الگوهای شمعی وارد معامله کردن بشیم؟ چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به چه صورت میشود که با دیدن یک الگو ما بگیم که آقا بخریم یا بگیم بفروشیم؟ یا اینکه بگیم روند صعودی تموم شد، روند نزولی تموم شد، روند صعودی شروع شد، روند نزولی شروع شد. از کجا ما میتونیم اینو بگیم؟ خاصیت شمع‌های ژاپنی، خاصیت الگوها بر این اساس هستش که یک الگو به خودی خود ارزش نداره مگر اینکه طی سابقه‌ای که رفتیم بررسی کردیم این الگو میشه الگوی بازگشتی یا این الگو میشه الگوی ادامه دهنده. چند مدل الگو داریم کلا؟ چند مدل الگو داریم؟ 2 مدل الگو داریم. الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه دهنده. پس 2 مدل کلا الگو ما بیشتر نداریم. الگوی بازگشتی چی هستش؟ ببین تو الگوی بازگشتی وقتی که میایم داریم صحبت میکنیم مثل این میمونه که ما برمیگردیم میگیم که این روند داره میره بالا، یه شکلی، یه الگویی رو اون بالا ما میبینیم مثل علامت دور برگردان میمونه. آقا یه علامت میبینیم، علامت دور برگردانه. چی داره بهمون میگیم؟ میگه آقا اینجا احتمال داره که مارکتمون دور بزنه. وقتی میگیم الگوی بازگشتی علامت دور برگردان رو واسه ما بازی میکنه. میگه آقا جاده داره به انتهاش نزدیک میشود، اینجا احتمال داره که بخواد دور بزنه، بریزه پایین. الگو ادامه دهنده چیه بهت میگه؟ داری توی مسیری حرکت میکنی، داری حرکت تو ادامه میدی، ببینی که آقا زده همینجوری زده مستقیم ادامه داره. بهش میگیم الگو ادامه دهنده. تفاوت الگو ادامه دهنده و الگوی بازگشتی چیه؟ الگوی بازگشتی اخطار بازگشت یا اتمام روند رو میدهد. خوب گوش کن، چی بهت میدهد؟ اخطار بازگشت یا اتمام روند رو میدهد. الگوهای ادامه دهنده چی به شما میدهد؟ اخطار ادامه روند رو به شما میدهد. پس هر چی که ما داریم صحبت میکنیم اولش چیه؟ اولش رونده، اخطار تغییر روند، اخطار بازگشت روند. پس من باید روند داشته باشم تا الگوی بازگشتی توش جواب بده. مارکتی که روند نداره الگوها توش جواب میدن یا نمیدن؟ نمیدن. قبلا هم واسهتون تاکید کردم، گفتم تمام آنچه که ما تو تکنیکال میگیم واسه موقعی که روند داشته باشیم، روند که نداشته باشیم هیچی جواب نمیدهد. خب این بالا چی نوشتم من اینجا؟ به خیلی مهمه. الگوهای بازگشتی اخطار بازگشت روند صرفاً بیان میکنند که روند قبلی مایل به تغییر است، ولی به این معنا نیست که الزاماً تغییر جهت میدهد و بازگشت میکند. روندمون چیه؟ اینجا رو نگاه کن، روند صعودیه، یه الگوی بازگشتی دیده شده اینجا. روند تغییر کرد؟ نه آقا، این اخطار داده که روند میخواد برگرده، ولی قطعاً میگه برمیگرده. شرط داره، قطعاً برگشتن شرط داره. اگه یه سری شرایط مهیا بشه میگیم برمیگرده، ولی هر آنچه که ما میگیم منوط به سابقه است. یعنی یه الگوی بازگشتی زمانی درست کار میکنه که سابقه‌شو رو بررسی کرده باشه. اگر یه کسی اومد به شما گفت که آقا الگوی مثلا پوشای نزولی ما داریم، الگوی پوشای نزولی داریم، گفت اگر اینو دیدید روند نزولی میشود بدونید داره رو هوا صحبت میکنه. اصلا در مورد الگوها ما اینو میگیم 90% احتمال بازگشت، 30% احتمال بازگشت، 60% احتمال بازگشت. همش با 1%، 100% بازگشت ما نداریم. کلا 90% بازگشت از کجا ما برمیگرده میگیم این الگو 90% بازگشت میده؟ میریم 2 سال قبلش رو بررسی میکنیم، چند دفعه الگو دیده شده، تو این دفعاتی که دیده شده چند بار درست عمل کرده. ظرف 2 سال گذشته به عنوان مثال الگوی همر چند بار دیده شده؟ 50 بار دیده شده. از این 50 باری که دیده چند بار درست عمل کرده؟ 10 بارش درست عمل کرده.
پس میگیم آقا نسبت عملکردش میشه 10 به 50. یعنی چقدر؟ 1/50 یا 20%. میگیم آقا الگوی همه توی این نمودار، مثلا شما رفتین به عنوان مثلا نمودار یورو به پوند رو نگاه کردی، تو نمودار یورو به پوند همه میگن که آقا نمودار چکش رو اگر دیدی این نمودار چی هستش؟ نمودار چکش میگه آقا جون اتمام روند نزولی تو همین کتابا میگن آقا چکش رو دیدی روند نزولی تمام میشه. شما میگه آقا ما همین چیزی رو قبول نداریم. میرین 2 سال قبل نگاه میکنید تو نمودار همه چند بار تکرار شده و تعداد دفعاتی که تکرار شده چند بار درست عمل کرده. 50 بار تکرار شده، 10 بار درست عمل کرده، 40 بار درست عمل نکرده. پس همه تو نمودار یورو پوند به عنوان مثال، باز میگم فرضاً نمودار یورو پوند درصد رواییش چند درصده؟ 20%. 1/5. پس نمیتونیم برگردیم بگیم تو نمودار یورو مثلا به پوند آقا همه رو دیدی نمودار تموم شد برگرد. مثلا ولی برعکسش میریم توی نمودار دیگه مثلا نفت رو نگاه میکنیم، میبینیم که توی نمودار نفت همه رو اومده 50 بار دیده شده، 42 بارش درست جواب داده. میگی توی نمودار نفت همه رواییش چند درصده؟ 4/5 90%، بالای 80%. درست شد؟ پس چی داریم میگیم؟ میگیم ما هر الگوی بازگشتی رو که ماها داریم کار میکنیم 1% روایی داره. مثل چی میمونه؟ ببین من الان تو کارم اینجوریه، یک کسی که میاد صحبت میکنه یک ضریب واقعیت برای صحبتاش داره. هر کسی که میاد صحبت میکنه کارمون یه جوری هستش آدم زیاد ببینیم. میادش صحبت میکنه، حرف میزنه، تحلیلش، حرفش برای من 1% روایی داره. یکی میاد صحبت میکنه مثلا میگه من 400 پیپ سود کردم. با توجه به سوابقش من میدونم این 400 پیپ که داره میگه صحبت میکنه دارم سود میکنه، یعنی آقا یه 100 پیپی هم ضرر کرد. یه کسی هم هستش که برمیگرده روایی صحبت میگه بازار چطور بود؟ میگه آقا 100 پیپ سود کرد. روایی صحبتش اینه که 300 پیپ بالاتر سود کرده. یا مثلا قبلا که توی کلاس میشستیم مثلا شاگرد اول کلاس میگفت آقا چقدر خوندم؟ اصلا من نخوندم. هیچ چی نخوندم. روایی، هر صحبتی روایی داره. توی شم‌ها رواییش رو باید تشخیص بدیم. پس آقا اینه که من یه الگو رو دیدم 100% این الگو نزولیه یا 100% این الگو رو که ببینم صعودیه، برای ما بی‌معنیه. هر آنچه که ما میگیم منوط به سابقه است. درست شد؟ انواع روندهایی که هستش، الگوهای بازگشتی چی رو دارن به ما میگن؟ ببین الگوی بازگشتی میگه آقا تغییر روند. فقط چی میگه؟ تغییر روند. از کجا اینو ما داریم صحبت میکنیم؟ چجوری داریم میگیم؟ میگه آقا جون قانون اول نیوتن چیه؟ قانون اینرسیه. میگه هر روندی حرکت خودشو، هر جسمی به مسیر خودش ادامه میدهد مگر آنکه نیروی مخالف جهت بهش وارد شد. با آنچه که شماها یاد گرفته اید، قدرت خریدارا و فروشنده ها، روند صعودیه، داره میره بالا. یعنی کیا زورشون زیاده تو روند صعودی؟ خریدارا زیاده. کی حالشون گیره، کی کارشون رو میذارن کنار، کی تموم میشود؟ موقعی که نیروی خلاف جهت بهش وارد، یعنی فروشنده ها بیان وارد مارکت بشن. تا اینجا رو گرفتیم؟ بسیار. حالا این الگوها ما رو قادر می‌سازن که زمان صحیح خروج از معاملات خود را به دست آوریم. در اضافهش اینو میگم و یا اینکه وارد معامله شویم. زمان خروج از معاملات یا ورود به معاملات رو ما میگم. هر کدوم از الگوهایی که داریم صحبت میکنیم باز دارم تاکید میکنم چی دارند؟ درصد روایی دارند. چقدر درسته این الگو؟ خب قانون کلی چیه؟ ببین این قانون کلی رو اولش باید ما ببینیم. میگه به دور کلی و منوط به اینکه الگو در چه روندی اتفاق بیفته دو تا حالت داره. ببینید ما یا الگومون نزولیه. الگوی نزولی منظورمون چیه؟ نه، الگوی نزولی یعنی اینکه آقا مارکت از حالت صعودی تغییر جهت میده میشه نزولی. بهش میگیم الگوی نزولی. وقتی که میبینیم نشان دهنده نزول تو مارکت، نشان دهنده پایین اومدن. الگوی صعودی چه الگوییه؟ یعنی مسیرمون نزولیه. وقتی این الگو رو میبینیم اخطار بازگشت صعود داره بهمون میده. الگوی صعودی الگوهایی میشوند که در روند نزولی اتفاق میفتن. الگوهای نزولی الگوهایی هستن که در روند صعودی اتفاق میفتن. خب میگه کلیه الگوهای نزولی در روند صعودی به معنای اخطار تغییر روند، مسیرمون به سمت بالاه. یه الگوی نزولی اون بالا میبینی بهت چی میده؟ اخطار تغییر روند. تغییر روند به کدوم سمت؟
به سمت نزول رو بهت داره. حالا فرض بکنیم که ما توی روند نزولی هستیم، یه الگوی نزولی میبینیم توش، نزول بیشتر رو میده. پس الگوی نزولی تو روند صعودی منفی در مثبت، منفی در مثبت، منفی در منفی مثبت، منفی در منفی مثبت، یعنی جهتشو ادامه میدهن. گرفتی چی شد؟ پس به این صورت اگر الگو نزولی رو توی روند صعودی ببینیم میگه آقا مسیر تموم شد، اون بالاها تموم شد، قراره بریزه پایین. اگر تو روند نزولی یه الگوی نزولی دیدیم یعنی چی؟ یعنی زور ریختنمون بیشتر شد. حالا الگوی صعودی چطوری هستن؟ برعکسن. الگوی صعودی تو کدوم روند اتفاق میفته؟ روند نزولی اتفاق میفته. بله. روند میشه ولی اگه تو روند صعودی اتفاق میفته ادامه روند صعودی رو. همینه گرفتیم که شد تا اینجا. قسمت بعدی.